حديث نمبر 9. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودند: وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودند: و اذا سمعتم، و هنگامی که شنیدین، نهیق الحمار، امو صدای مرکبه، یک قسم صدا میکشه، چیغ میزنه، فتعوذوا بالله من الشیطان، پس شما به الله پناه ببرین از شر شیطان رجیم، فانه رأى شیطانا، یقینا که امو حمار یا مرکب شیطان دیده. یعنی شیطان وقتی در راه حرکت میکنه و میره دیگه، وقتی مرکب او رو میبینه یا الاغ او رو میبینه، او یک صدا میکشه. پس در این وقت انسان مسلمان به الله چی کنه؟ پناه ببره از شر شیطان رجیم. از این ما و شما درس میگیریم که بعضی از ملائکه وقتی که ما و شما رو دیدن هم ایتانیم به ملائکه ایمان داریم به غیب، اینال حیوانات اونا رو میبینن. وقتی که شیطان هم ما و شما ایمان داریم او رو دیدن هم میتونیم. مثلا خروس وقتی که ملائکه رو میبینه آذان میته، و مرکب یا الاغ وقتی که شیطان رو میبینه صدا میکشه. پس از این تو درس میگیریم که در صدای از اونا هم یک حکمت هست و ما و شما با شنیدن صدای مرکب باید چی کنیم؟ باید به الله متعال پناه بریم از شر شیطان، چرا که شیطان وقتی که حرکت میکنه حتما میخواه ضرر برسانه و دشمن خطرناک ما و شماست. و السلام علیکم و رحمت الله.